آقا بس دیگه، چقدر ناله، چقدر شکایت، چقدر غم و غصه. زندگی همینه آقا، کارش نمیشه کرد. پستی بلندی داره، بالا و پایین داره. بیایم همه با هم بخندیم، ولی به هم نخندیم. کتاب چطورین بچه ها؟ خیلی خوش اومدین به کانال خودتون. من الیکسی هستم و دوباره اومدم با یه ویدیوی توپ که امروز با همدیگه برای دقایقی بخندیم و حالشو ببریم. غم و غصه رو برای یه تایم کوتاهی بذاریمش. امروز اومدم ویدیو از یک شخص معروف که همه دنیا میشناسنش و تونست از پلتفرم های مثل اینستاگرام و تیک تاک استفاده کنه و معروف و مشهور بشه. آدما باید همیشه اینجوری باشن، بتونن از فرصتاشون استفاده کنن. نتونی از فرصتات استفاده کنی، بشینی و با گوشیت فقط بالا پایین کنی، به هیچ جا نمیرسی. پس سعی کن ایده داشته باشی، ایده خلاق داشته باشی و از فرصتت استفاده کنی. بریم با هم دیگه این ویدیو رو ببینیم. دوستتون دارم، عاشقتونم. دیگه لایک و سابسکرایب و زنگوله و اینستا و فلان و اینا هم که دیگه جای خود داره. بریم با هم دیگه حالشو ببریم. برو. خب این که باریک رد میشده. اوکی. خب واقعا من میخوام بریزم تو این که حداقل 90% ریخت بیرون. چیکار میکنم؟ راه حل چیه استاد؟ واقعا خب قیف برداری. باریکلا، دقیقا همه رو ریختن بیرون. اوکی دوربین انداخت. یه تخم مرغ، همه تخم مرغ رو پیمون میافت. آره دیگه بگیرش دیگه. باریکلا، دقیقا بعد جا چی کارهایی میکنم. اوکی این چقدر جلوه نوشته when your sister drives your car last time. وقتی که خواهرت آخرین بار سوار ماشین شده. خب آره ببینیم صندلیات بکشی عقب دیگه یکم. پشتش چقدر این اومده جلو. بکشی عقب. دقیقا به همین راحتی زجر میدی خودتو. بذار پشتش هم باید صاف کنه. حالا این استاد انجام میده یا نه؟ نه انجام نده. اوکی. اوه زد همه ریخ. استاد خوشحال اومد که گریل کنه. الان صحنه رو میبینه همه ریخ. این چرا؟ استاد اومد نمیشه. دقیقا دکمه‌شو روشن کن. یالا یا دقیقا دکمه‌شو بزن روشن شه. خب اونو بزن. چیز ترکون سیدی رو یارو سنگ فرز آوردش و پارش کرد به همین راحتی. چرا؟ چی کارش داری موتور رو؟ موتور رو ترکوندش. استاد داره آماده میشه برای اینکه بره سوار موتورش بشه. حالا این صحنه ناگوار رو چند لحظه دیگه خواهد دید. این عکس العملش چیه وقتی موتور رو داغون ببینه. اوکی پشماش ریخت. موتور بی موتور. وای این احتمالا ماشینای چرا اینجوری سوار میشه؟ استاد دقیقا استاد با یونیفرم مخصوص رانندگی. دقیقا خیلی ها میری بالا میری تو میشینی تمام شد. چه ماشینیه منه. دقیقا استاد بود. داره پاپکورن داره درست میکنه یا اون پوففیل خودمون. این که حالت فیک بود ولی خب دستگاه مخصوص
من دارم، من از این بسته های مخصوص دارم میذارم توی میکروویو، در عرض 4-5 دقیقه درست میشه. دستگاه باحالیه ولی دقیقاً به همین راحتی. کله یارو مادر بزرگ ملکه انگلیسه که چرا اینجوری داره میباره ملکه انگلیس. بذارین کابی چی کار میکنه. نه مجید جان دل من از این ور نه از این ور به همین راحتی. خوشم داره میفته داره سور میکنه دقیقا. ملکه انگلیس هم رحم نکرد. خب این تو گل بابا تو چرخه رو خب بلندش کن. این چیه برمی داریم بابا. یه سری ها یه کارایی میکنن خدایش آخه من نمیفهمم آخه این چه کاریه. بلندش کن چرا اصلا بابا بلندش کن چرخه رو. شاکی شد استاد شاکی شد. دقیقا بلندش کن بذارش اونور. سوژه میدن بهش دیگه خدا حسشون کنه. سوژه میدن استاد بیاد کار انجام شعبده بازی. اوکی خب چیکار کنم. این خودش همون پشت حالت گیره مانم بود فکر کنم. نه یا گیر داد به اون گیره. دقیقا از این بغلم اینجوری برای شد. استاد گرفتم مچتو گرفتم. خیلی خوب بود آقا خیلی خوب بودش واقعا. مغزش کار میکنه. یعنی یه سریا هستن که یه ایده هایی بهش میدن و اون میتونه از این ایده ها استفاده کنه و به عنوان برگ برنده خودش ازش سود ببره، حالشو ببره، معروف و مشهور بشه. دمش هم گرم، نازش هستش. مرسی که تا آخر ویدیو با من بودین. دمتون گرم. ویدیو رو دیگه لایک و سابسکرایب و حمایتتون رو من احتیاج دارم برای اینکه بتونم ویدیوهای بعدی رو بهتر و با کیفیت خیلی خوب بسازم براتون. دمتون گرم. دوستتون دارم. عاشقتونم. تا ویدیو بعدی. ادیوس.